سلام دوستان، همونجوری که از تایتل ویدیو دیدین امروز اومدیم به شما یاد بدیم که با یک برنامه تموم ست‌های بازی رو به صورت رایگان دریافت کنیم. این برنامه رو من داخل چنل تلگرامی قرار میدم. شما میتونید با وارد شدن به چنل تلگرامی من اون رو دانلودش کنید. زمانی که وارد برنامه میشیم از ما چند تا باید بهش دسترسی بدیم. اینجا باید اگر گوشیتون روت هست یعنی آنلاک هست گزینه اول رو کلیک کنیم که دردسرش زیاده و مخصوص ما نیست. پس از راه حل دوم یعنی راه حل همون اشکال زدایی بی سیم استفاده میکنیم. گزینه دوم رو کلیک میکنیم. این گزینه اوپن دیولپر اپتیمایزیشن رو کلیک میکنیم. قبلش باید وارد تنظیمات تلفن خودمون بشیم. وارد قسمت درباره تلفن کمی تلفن صفحه رو اسکرول به سمت پایین میدیم. وارد اطلاعات نرم افزار موبایل خودمون میشیم. زمانی که وارد اطلاعات نرم افزار شدیم چند بار روی شماره ساخت کلیک میکنیم تا حالت برنامه نویس باز بشه. اگر گوشیتون رمز داشته باشه رمز گوشی خودتون رو باید وارد کنید. اگر نداشتهش خودش به صورت اتوماتیک فعال میشه و من گوشیم رمز داره باید رمز گوشیم رو بزنم. به زمانی که میزنین از شما اجازه میخواد که تنظیمات برنامه نویسی مجاز باشه یا نباشه که قسمت تایید رو میزنید. حالا برای شما یه پیام میاد که حالت برنامه نویس فعال شده. شما صفحه رو دوباره برمیگردونید به پایین صفحه موبایل نگاه میکنید. یک گزینه‌های تهیه کننده اضافه شده. وارد گزینه‌های تهیه کننده میشیم. کمی صفحه رو به پایین اسکرول میدیم. بعد سپس گزینه اشکال زدایی USB و اشکال زدایی بی سیم رو روشن میکنیم به همین ترتیب و گزینه تایید رو میزنیم. سپس وارد اشکال زدایی بی سیم میشیم. قبلش هم اینو بهتون گوشزد کنم باید حتما به یک هات اسپات گوشی یا یک وای فای از قبل وصل بشید. سپس وارد برنامه اسکین تولز که فایلش رو براتون گذاشته و اونو نصبش کردیم بشین. دوباره رو همین گزینه بزنین و وارد تنظیمات بشین. اشکال زدایی بی سیم انتخاب کرده. روی جفت کردن دستگاه به کدوم مرتبط سازی کلیک کرده. قبلش باید یک پیامی برای شما کلن برای شما بفرسته. زمانی که وارد قسمت اشکال زدایی بی سیم میشین این پیام برای شما بیاد که بعضی از موقع روی بعضی از گوشی ها باگ میشه و دیر میاد. الان دوباره وارد قسمت اشکال زدایی بی سیم روی جفت کردن و این قسمت میبینیم که یک پیام برمیاد. وارد این پیام میشیم. البته الان گوشی زدن روش بسته شد. دوباره میزنیم جفت کردن و اون کدی که میاد و باید اون بالا وارد کنیم. باز دوباره با دیدین که یک پیام ارسال میکنه و این کد رو میزنین داخلش این قسمت و انتر. این کد 6 رقمی رو وارد کرده و میبینیم که اینجا برنامه اسکین تولز برای ما داخل این قسمت فعال شد. سپس برنامه رو میبندیم. دوباره وارد برنامه اسکین تولز میشیم. صبر میکنیم تا فری فایر بالا بیاد، تا اون برنامه بالا بیاد. اینجا از ما میخواد که نسخه فری فایر خودمون رو انتخاب کنیم که فری فایر هست یا فری فایر مکس. که فری فایر من فری فایر مکس هستش. نسخه مکس رو انتخاب میکنم. باز دوباره گزینه دیولپر اپتیمایزیشن رو انجام میدم و این قسمت گزینه استارت اپ رو میزنم و وای میستم تا تایید بشه و نسخه من بروز بشه. کمی صبر میکنیم.
این قسمت برنامه برای ما بالا میاد. این قسمت شما میبینین ست ها، اسکین ها و این قسمت اسکین گان ها که اسکین گان هاش توی این آپدیت هنوز به روز رسانی نشده، فقط اسکین های ست هاش به روز رسانی شده. ما فعلا با همین ست هاش کار داریم. وارد این قسمت ست هاش میریم که اینجا قسمت ماسکا، تاپ ها، قسمت کفشا و شلوارها رو میتونیم ببینیم. ما فعلا با قسمت ست ها کار داریم. وارد قسمت ست ها میشیم. اول باید ستی که داریم رو انتخاب کنیم. مثلا من این ست رو انتخاب میکنم و دوم باید ستی که میخوایم داشته باشیم. مثلا من ست پلیور مشکی رو انتخاب میکنم. قسم وای میسیم صبر میکنیم تا فایل ما دانلود بشه و میبینیم که واسه ما انجام شدش. سپس وارد فری فایر خودمون میشیم تا ببینیم برای ما انجام شده یا خیر. کمی صبر میکنیم. من ویدیو رو استاپ میکنم تا فری فایرم بالا بیاد. خب فری فایر من بالا آمد و قسمت ست ها میریم و اون ستی که از قبل انتخاب کردیم اون ست زده بشه رو انتخاب میکنم. من ست این ست رو انتخاب کرده بودم و اگر این ست رو الان من بردارم میبینیم که پلیور مشکی به جای این ست برای ما اضافه شده. شما میتونین هر ستی رو روی هر ستی که دلتون میخواد بذارید و استفاده کنید و برای حذف کردنش هم وارد این قسمت دانلودهای بازیتون باید بشین. این قسمت دانلودهای بازیتون باید بشین. وارد قسمت 3 نقطه این پایین رو میزنین و وارد تنظیماتش میشین. زمانی که وارد این تنظیمات شدین باید بذارین این قسمت ریپیر تا اگر اون ستی که زدین حذف بشه. این راه حل خیلی ساده ای هستش، فقط یکم زمان بر هستش. زمانی که بزنین از شما اجازه تایید میخواد و زمانی که زدین روی قسمت تایید باید یه ذره وایسین تا تمامی فایل بازی چکاپ بشه. اگر هم مثلا از قبل اینباتی، پنلی چیزی زده باشین تمام فایل های پنل، اینبات از فایل بازیتون حذف میشه، یعنی کاملا بازیتون ایمن میشه. من ویدیو رو استاپ میکنم تا این قسمت تموم بشه. در اینجا میبینیم که درصدی که به انجام شده در حال پایان. باز هم منتظر میمانیم تا تیک تایید نهایی بیاد. در اینجا مشاهده میکنیم که تایید اون اومده و تایید رو میزنیم و این قسمت باید اون قسمتی که حذف کرده خود بازی رو دوباره دانلودش کنیم و میزنیم تا دوباره دانلود بشه. در اینجا مشاهده میکنیم که تمامی اون فایلات دوباره دانلود شد. وارد بازی بشیم و اونو دوباره ریستارت بکنیم. زمانی هم که میریم تو بازی میبینیم ست و دیگه دوباره توی بازی اون ستی که انتخاب کردیم نیست. آموزش بعدی، ویدیو بعدی. خدا نگهدار.